سلام و احوال پرسی یا همون گریتینگز انگلیسی. سوال اول Hello, what's your name؟ اسم تو چیست؟ در جواب میگیم my name is، حالا هر چی اسمتون بگید. my name is علی، my name is حسن. سوال دو How old are you؟ چند سالته؟ I'm 10، من 10 سالم. هر چقدر بودید همونو میگید. سوال بعدی میگیم How many learnings you speak؟ به چند زبان میتونی صحبت کنی؟ میگیم I speak 2 learnings، به 2 زبان میتونم صحبت کنم. What's your favorite subject؟ درس مورد علاقت چیه؟ My favorite subject is math، درس مورد علاقه من ریاضی است. May I open the window؟ میتونم پنجره رو باز کنم؟ در جواب میگید Crying it's your hot day، میشه مطمئناً امروز هوا خیلی گرمه.